با خاطر گرامیداشت روز موسیقی اجدادی شش مقام در تالار تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجان شهری باختر محفل فرهنگی برگزار گردید. روز شش مقام دوستداران و علاقمندان این موسیقی اجدادی را جمع آورد. سلسله نواها که با نام شش مقام یعنی مردم تاجیک معلوم و مشهور است، تاریخی زیاده از 1.5 ساله دارد. موسیقی شش مقام از مقام‌های بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سه‌گاه و عراق عبارت است. موسیقی کلاسیکی مردم تاجیک در عصرهای میانه با نام 12 مقام مشهور بود و شش مقام ادامه تاریخی انهمین اثری بدیعی مردم تاجیک به شمار می رود. در قسمت تنتنوی چوربینی نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و سردار ریاست فرهنگی ولایت کل اشتراکداران را شادباش گفته ابراز داشتند که شش مقام شاهاثر بزرگ موسیقی می باشد که هر نوای آن بین همدیگر تناسب مخصوصی آهنگی ضربی و با همدیگر پیوستگی دارند. موسیقی انعنوی کسبی خلق تاجیک در مسیر تاریخ تشکل یافته سلسله مقام هاست. در آن روح توانای نیاگان بزرگان ما نهفته است. این شاهاثر موسیقی اساس و قله بلند فرهنگ و معرفت موسیقی سنتی خلق تاجیک بوده، همچون رمز یگانگی و متحد سازنده این ملت کهن بنیاد با بزرگترین دستاوردهای فرهنگی و معنوی اهل بشر هماهنگی دارد. هر یک مقام از قسمهای مشکلات، تصنیف، ترجیح، گردون، مخمس و قسم آوازیش نثر عبارت است، یعنی قسمت آوازی آن را نثر می‌نامند. شش مقام شاهاثری سنتی ملت تاجیک است. با تشبث فرهنگ دوستانه پیشوای معظم ملت امروز مقام بین المللی را کسب کرده است. امروز در سرتاسر تاجیکستان عزیز 12 می را همچون روز شش مقام با شکوه و شهامت خاصه تجلیل میکنند. واقعا هم این از قدیمی و تاریخی بودن ملت تاجیک را نشان می‌دهد و این روز اهل هنر، کارمندان انسمبل شش مقام نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان این جشن را با شکوه و جلال خاصه استقبال می‌گیرند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که طی سالهای صاحب استقلالی مملکت دو موسیقی سنتی ما شش مقام و فلک با دستگیری‌های بی‌واسطه سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مقام دولتی پیدا کردند. همزمان با مقصد رشد بی‌میلانی آن در نزد کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان انسمبل شش مقام تأسیس یافت. در ولایت ما باشد انسمبل شش مقام نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت به فعالیت آغاز بخشید. امروزها در انسمبل در قطار مقامخوانان شناخته یک گروه جوانان خوش‌صدای صاحب هنر فعالیت پرثمر دارند. رهبریت انسمبل کوشش می‌نمایند که جوانان دارای صدای فارم و ذوق بلند داشته را به انسمبل جلب نمایند و مکتب خاص مقامخوانی را در ولایت تکمیل دهند. شش مقام اصلا ژانری هست که بسیار مشکل است. خواندن شش مقام بسیار مشکل است و شش مقام عبارت است. و انسمبل شش مقام ولایت ختلان در همه چهاربینی‌های ولایت، چه در چهاربینی‌های ولایت چه بیرون از کشور، دائما برآمدها کرده ایستادند. هنوز از زمانهای قدیم شش مقام چون عضو اساسی میراث فرهنگی موسیقی خلق تاجیک در قطار ژانرهای انعنوی راگ، فلک، درگلیک و در فرهنگ موسیقی امروزه تاجیکستان صاحب استقلال موقع بلند دارد. این موسیقی آغاز از صنف‌های ابتدایی مکتب‌های صنعت بچگانه تا انسمبل‌های کسبی آموزانیده می‌شود. در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من یک نامیناسیا محض به خاطر تقویت و ترغیب و رشد و تکمیل موسیقی‌های انعنوی شش مقام و فلک بخشیده شده است. همساله ذوقمندان این موسیقی اجدادی در این نامیناسیا هنر و مهارت خود را پیشکش دوستداران این ژانر موسیقی می‌گردانند. خوشبختانه بخش‌های قدیمی آن تا امروز در ناحیه‌های کوهستانی مملکت ما معمولند، از جمله تلقین درواز، عراق درواز، اشاق درواز، دلانگیز، چهارضرب و دیگر سرودها نشانه آن است که انعنه‌های شش مقامخوانی از قدیم الایام میان مردم ما جاری بوده است. مقامخوانان ولایت برنامه مکمل هنری را پیشکش دوستداران و علاقه‌مندان این ژانر موسیقی گردانیده، بار دیگر اثبات نمودند که شش مقام موسیقی اصیل و از قرن اسرها تا زمان ما آمده رسیده است.
با یک قطار هنرمندان جوان و مقامخوانان شناخته از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ریاست فرهنگی ولایت افتخارنامه و سپاسنامه ها تقدیم کرده شد. در حقیقت موسیقی کلاسیکی شش مقام ملکوتی بوده. به اندیشه کارشناسان، به اندیشه مقام شناسان، یکی از موسیقی های قدیمه مردم تاجیک است که مردم را اطراف خود سرجمع می نماید و امروز در تمام مکتب‌های صنعت بچگانه با نام انسامبل‌های شش مقام فعالیت پرثمر دارند. گلیزار حسن‌زاده، دلیر شریف، نمازعلی ارگش، اخبار شریف اختر.